مقامات قرقیزستان از کمیسیون تشخیص و علامتگذاری مرزی این کشور با تاجیکستان خواستند که دقیق کنند منطقه خواجه غاربابا به کدامی از همسایه ها تعلق دارد. مزار خواجه غاربابا که به قول ساکنان از دامن کوه‌ها عبارت است، در حدود جماعت وارخ شهر اسفره واقع می باشد. جانب قرقیزستان ادعا دارد که در دامن کوه‌های خواجه غاربابا اساساً چاروای ساکنان این کشور می‌شوند و این زمین به آنها تعلق داشته است. اما طرف تاجیکستان میگوید که این موضع از قدیم در حدود جماعت وارخ بود و در این محل مزار خواجه غاربابا واقع می باشد. این بحث آخر هفته مجبور کرد است که مرزبان‌های تاجیک و قرقیز از دو طرف منطقه خواجه غاربابا جمع آیند. شاهدان میگویند وقتی سرحدبانای تاجیک در راه ماشینگرد خواجه غاربابا برای نظارت حرکت ماشین‌ها شلگباوم گذاشتند، مرزبان‌های قرقیزستان اظهار ناراضگی کرده طلب نمودند که شلگباوم برداشته شود. حالا وضع آرام است و در دو طرف مزار سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارند. یک دیدبانگاه سرحدی تاجیکستان در نزد این فعال است. عطاالله شرافوف ساکن جماعت وارخ شهر اسفره روز 25 نوامبر به رادیو آزادی گفت بحث شلگباوم در محله خواجه غاربابا میان سرحدبانان تاجیکستان و قرقیزستان روز 23 نوامبر رخ داد و بعد از یک مناقشه کوتاه شلگباوم برداشته شد. بعد از این حادثه مزار خواجه غاربابا از جانب نمایندگان قرقیزستان به برنامه کاری کمیسیون بین حکومتی عاید به تشخیص مرز وارد کرده شده است. در حکومت شهر اسفره تصریح کردند که در حال حاضر مسئله خواجه غاربابا در کمیسیون بین حکومتی مورد بررسی قرار دارد. دلشاد رسولوف رئیس شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا مسئله قطعه مزار خواجه غاربابا در بحث کمیسیون بین حکومتی عاید به تشخیص مرز وارد شده است. رئیس شهر اسفره می افزاید طی 2 سال می شود که هیئت‌های کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان به مسئله تشخیص و علامتگذاری خط مرز دو کشور در منطقه اسفره مشغول می باشند. مقامات قرقیزستان تا به حال قضیه خواجه غاربابا را رسما شرح ندادند، اما الماسبگ اتنبایف رئیس پیشین جمهوری این کشور روز 20 نوامبر در نشست آخرین مطبوعاتیش گفت اگر به امام علی رحمان مشورت دیگر نمیدادند شاید حالا سازشنامه مرزی با تاجیکستان پر امضا میشد. و از جمله افزود این به حالت مانند است که آستین‌های یک کاستیوم دو رنگ دارند. این نادرست است. آنها یعنی جانب تاجیکستان گفتند که باید ما از اسناد سالهای 1925 و 26 استفاده کنیم. آنگاه من مشورت دادم به حجتهای سالهای 1923 و 24 نظر کنند که آن وقت تاجیکستان وجود نداشت. البته این باعث به تأسف است. مقامات میگویند تا امروز از 970 کیلومتر مرز قرقیزستان با تاجیکستان 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری نشده است. بارها شده است که مردم روستاهای مرزی در قلمروهای بحث برانگیز برای آب و چراگاه و زمین جنجال و زنازنی کردند. تنها در سال 2014 در مرز قرقیزستان با تاجیکستان 30 درگیری رخ داده بود. سال گذشته در چنین تشخیص‌های مرزی در مجموع 3 شهروند تاجیکستان از جمله یک افسر نیروهای مرزبانی کشته و از هر دو طرف حدود 20 نفر زخمی شدند.